نظامی که الله متعال پیدا کرده، این عالمی را که الله متعال پیدا کرده، در این که کدام اسرار و رموز نهاده، در این که کدام حقایق است که بالاخره دانشورها، علما، ساینسدانای جهان معترف از این هستیم که کدام عالمی را که الله متعال پیدا کرده تا به حال ما حقایق از او را درک نکردیم. دیگه چی را ایجاب میکنه؟ که آیا مطابق قوانین خود ساخته انسان، مطابق اصول کسانی که او حقایق و ظرفیت ها و ضعف ها و قوت های از این مخلوق درک ندارد، سرنوشت از این دنیا را به دست از ما بگذاریم و مطابق اصول خود ساخته انسان ها زندگی را بگذاریم؟ آیا در این حال شده میداند کسی که حقیقت یک چیز خبر نداشته باشد و در حق از اون چیزی که حقیقتش درک ندارد کدام فیصله و تصمیم میگیرد، کدام اصول و قانون به خاطر استعمال از او وضع میکند، آیا در اون خیر شده میداند؟ در اون مصلحت شده میداند؟ هرگز نمیداند. یعنی عقل و منیت تقاضا میکند که باید انسانها مطابق اصول و قانون ذات که اون چیز آفریده خلق کرده زندگی را روز دارد، زندگی انفرادی خود مطابق از او استوار کند، نظام خود مطابق از او استوار کند و بسازد. دیگه حق تنها الله متعال. امروز شما فسادات را ببینید در دنیا، کدام ظلم نمیشه، کدام جبر در سرتاسر دنیا نیست. وجه چی است؟ اساس و بنیادش چی است؟ اساس و بنیادش همون باورهای قوانین ساخته انسان هست که با این باوری کردن که باید تو سر یک قشر ظلم بکنی، سر یک قشر جبر بکنی، از یک قشر قتل بکنی، خدا را معصوم باشد، او ضعیف باشد، او طفل باشد، او زن باشد، به خاطر از اینکه حقوق خود محفوظ بکنی. از هیچ قسم ظلم تدریج نداری. این باور کی دارد؟ نظام‌های خود ساخته انسان‌ها. شما فلسطین رو ببینید، کدام ظلم در اونجا که تمام نیست. اساس راپورهای خود از تا چند وقت قبل از 42,000 نفر زیاد